نظر من همین روزها غارتگران عمر ما که ما خودمون هم بارزاگی خود به آنها عمرمان را میدهیم 4 طایفه هستند. یکم طایفه عزیزان این همین بلاگرانی سفسطه‌گو یا که من اینها رو میگویم گدایان تماشابین، گدایان پرسمات رو لایک، آنهایی که به خاطر تماشابین ملا هم میشوند، حج هم میروند، یعنی عمره هم میروند به خاطر تماشابین، ریش هم میمانند، سطر هم میکنند، بعضیشان تهمت هم میکنند، بعضیشان یک باره تمامی دروغ رو هم گفته میتوانند، تمامی نمود آبروریزی رو کرده میتوانند، فقط به خاطر اینکه در اینها تماشابین باشد. یعنی گدای تماشابینه که به خاطر تماشابین از همه چیز میتواند بگذرد، به همه چیز میتواند قدم نهد و ما به اینها عمر خود را میدهیم، وقتی خود را به اینها صرف میکنیم. یک عده هستند که من نمیدونم اینها را چی گویم که فقط کارشان در اینترنت یا گفتیم جلوی دوربین رو به رو به تهمت آواره هستند. یک گروه دیگر البته خودشان رو نشان نمیدهند و با صدا فقط تهمت میکنند یا یگان نوارا مونده درباره‌اش صحبت میکنند که این از این بدتر است، بزدلتر است بیچاره. یک گروه دیگر هستند ببینید چیزی که نشده است گفته هم تماشابین جمع میکنند. من امروز بیمار شدم، من این شدم، فلانی این شد، شوهرم، پدرم، مادرم همیشه رفتن میگیرن، فقط به خاطر تماشابین. با این گدایان تماشابین ما عمر خود را میدهیم با تماشا کردن آنها، با تماشا کردن آنها. بعضا تهمتی که آنها کسی رو میکنن یا حقارتی که میکنن یا گپ‌های بیهوده که میگوین همراهشان گوش میکنیم، در حالی که گوش کننده تهمت، گوش کننده غیبت مثل او تقریبا مثل او گناه دارد، مثل او گناه دارد. در سوره نور وقتی حضرت عایشه تهمت میشوند و مسلمان ها هم گوش میکنند، الله خطاب میکند که یعظکم الا تعودوا علی مثله ابدا، به این کار هرگز بر نگردید. شما چیکار کردید؟ چرا خاموش بودید؟ باید میگفتید که تو خطا کرده ایستاده، در حاضره که روبروی او گپ زده نمیشود، چرا او رو گوش کردی؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما، در سوره دیگر الله میگوید وقتی آنها از لغو و بیهودگویی مؤمنان میگذرند، این کارکنان میگذرند، گوش فرا نمیدهند اصلا. وقتی شما به تهمت کسی، به حقارت و گپ‌های بیفایده لغوی کسی گوش کردید، به گناه او شریک هستید. از یک طرف وقت خود را داده ایستادید، گرانترین چیزی خود را داده ایستادید به یک احمق، از طرف دیگر شما در گناه شریک شده ایستادید.